سلام، احوال شریف. امروز اومدم یک محتوای واقعا زرد خدمتتون ارائه بدم. میخوام یه سری آهنگای انتخاب کردم و به جای کلمه دل میخوام از کلمه دول داخلشون استفاده کنم. امیدوارم خوشتون بیاد. دلیلی نداره خوشتون بیاد از این محتوا، ولی خب امیدوارم که خوشتون بیاد. آهنگ اول آهنگ دل ندارم از گرشا رضاییه که میگه دل ندارم که بمونی، دل ندارم که بری، دل ندادم که ببینم واسه رفتن حاضری. این خیلی فلسفه پشتشه. میگه من دول ندارم که بمونی حقیقتا، و از اون ور دولم ندارم که بری. یعنی من دیگه وقتی دول ندارم فقط نگاه عاشقانه و معنوی دارم به تو، چرا میخوای بری؟ و بعد میگه دول ندادم که ببینم واسه رفتن حاضر. یعنی من این دولو نبریدم بندازم جلو سکه تو باز بری. من میخواستم به تو ثابت کنم نگاهم به تو عاشقانه است. آهنگ بعدی آهنگ تو از عرفان طهماسبیه که میگه دول از من دولبری از تو، سر از من سروری از تو، دول خون و خراب از من، رخ هور و پری از تو. اینجا شاعر خیلی اعتماد به نفسش بالاه. میگه دول خون و خراب از من، یعنی یه چیز خیلی داغونی، رخ هور و پری از تو. یعنی این یه مورد بسپر به من، این دول خون خراب، رخ هور و پری دیگه به عهده توه دیگه. رخ هور و پری، درست گفتم. این خیلی اعتماد به نفسش قوی. اصلا اول آهنگ تو عمل انجام شده قرار میده. میگه دول از من دولبری از تو دیگه. این اصلا هیچ کاری تقریبا تو این رابطه داره نمیکنه این بشر. آهنگ بعدی آهنگ راستی دلم کو از شهاب تیامه که میگه اینو آکورداشو چون پیدا نکردم احتمالاً گیتارشو کم گوشخراش بزنم، ولی شما به مفهوم قضیه توجه کن. من اینجا دارم محتوا تولید میکنم که شما به مفهوم قضایا پی ببرید. یکی این دول من دست توه، این دول تو دست منه، ای داره پر میزنه دست تو گیره، طفلی دول من دست تو گیره، دست تو گیره، دست تو گیره. این که مفهومش مشخصه دیگه. اعدامه مفهوم این قضیه تو ایران، اعدامه. آهنگ بعدی آهنگ نگاه خاص از علیرضا پویاه که عجیب این همه کلمه دل توی آهنگ. الان متوجه میشید. میگه که عادتش بیاد دول بری کنه بره رد کارش، میدونه که دولم عاشق دولشه وصل به حالش، میلرزه دوله هر کسی که رد میشه از کنارش، نمیدونم اگه نباشه دولو میکنم چی کارش، دولم واسه دولش پر میزنه گیره نفساشه، میخوام بمونه عاشق دولم و همیشگی باشه. اصلا عجیبه این دیگه نمیدونم. عادتشه بیاد دولبری کنه بره رد کارش. بعد میگه میدونه که دولم عاشق دولشه وصل به ها. اینم اعدامه.